طریقه نصب محافظ کامپیوتر دنا. این قطعه طلایی رنگ رو اینجا قرار میدیم به این صورت. بعد این محافظ کامپیوتر به این صورت میاد اینجا قرار میگیره. یه مهره هم میبندیم، پیچ مهره رو میبندیم اینجا که صدای لرزش رو بگیره. بعد در مرحله آخر این قطعه رو هم به این صورت میبندیم به همون طلایی رنگی که گذاشتیم داخلش اولش. به این صورت. بعد یه پیچ مهره هم به اینجا میبندیم که قطعه طلایی رنگ رو به محافظ کامپیوتر محکمش کنه. در مرحله آخر این قفلم که به این طریق میزنید داخلش.